ای خدا ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خویش. سلام عرض میکنم خدمت شما متعلمین عزیز و گرامی صنف 12. من محمد علی نجفی استاد مضمون جغرافیا در خدمت شما عزیزان هستم. فصل 6 ایستگاه دوم دوستان رسیدیم. عنوان فصل ادیان و زبانهای جهان است که امروز می‌خواهیم در مورد بزرگترین دین در حوزه نفوس جهان برای شما توضیح دهیم. نام این دین چیست؟ دین مسیحیت است. دوستان عزیز در این درس ما را همراهی نمایید. خب دوستان عزیز رسیدین در درس و جلسه نو. عنوان درس ما همانطور که پیشتر برایتان توضیح دادم دین مسیحیت است که در کشور عزیز ما افغانستان با عنوان عیسویت نیز از او یاد میکنن. میخواهیم پیرامون این دین برای شما بحث نماییم. خب نخستین دین معرفی شده توسط حضرت عیسی ابن مریم در کشور فلسطین. میبینیم که در کشور فلسطین در قرن اول میلادی دین مسیحیت توسط حضرت عیسی مسیح مطرح شد برای قوم یهود. یکی از اعتقادات شاخصه ای دین که به عنوان مؤلفه بنیادین ای دین نیز میشد از او یاد کرد اعتقاد به تثلیث است. در دین مسیحیت معتقد هستند که ما دارای 3 خدا هستیم، نه یک خدای واحد. این اعتقاد چیست؟ اعتقاد در واقع این می باشد که میگوید ما یک خدای داریم که تسلط بر کل دنیا دارد، بر کل جهان دارد، و دوم پسر این خدا می باشد که فرزند این خدا حضرت مسیح است که در واقع قدرت دارد و توانایی دارد و می تواند حتی مردگان را زنده کند، و اعتقاد به روح القدس که یک روح مقدسی است که دارای قدرت ایزدی می باشد و توانایی دخل و تصرف در امور دنیوی و اخروی را دارا می باشد. البته دوستانی برایتون گفته شود که این اعتقاد در قرون وسطا در واقع یک اعتقاد اساسی برای دین مسیحیت شمرده می شد، ولی در دوره الان، در دوره معاصر وقتی نگاه میکنیم میبینیم بسیاری از مسیحیان اعتقاد را برداشتن و معتقد هستند که تنها یک خدا وجود دارد و او ذات تبارک و تعالی الله است که در واقع قدرت ایجاد و آفرینندگی دارد و حضرت مسیح و روح القدس در واقع در زمره تثلیث قرار نمیگیرند و کل تثلیث را زیر سوال بردن. آمیختگی عیسویت امروزی با شرک و خرافات. متاسفانه دین عیسویت مانند دین یهودیت در مرور زمان در واقع دست به دست گردیده، چرخیده و دچار تحریف و تغییر شده است، به طوری که از شعارهای اصلی خود منحرف گشته و به کجراها رفته است. حضرت عیسی مسیح آخرین پیامبر بنی اسرائیل است. همانطور که دوستان برایتان پیشتر گفتم حضرت عیسی در کشور فلسطین در مابین قوم یهود به دنیا آمد و دین مسیحیت را ترویج نمود. ایشان را آخرین پیامبر بنی اسرائیل می‌دانند که در واقع نبوت در بنی اسرائیل مختومه می شود و در واقع یک شعبه دیگری از نبوت در شبه جزیره عربستان شکل می‌گیرد که دین مبارک و مبین اسلام میباشد که توسط حضرت محمد پیامبر آخر الزمان در واقع فرستاده شده این دین و پیش از پیامبر آخرین پیامبری که در واقع آمده است حضرت عیسی میباشد. رسمیت یافتن مسیحیت در زمان کنستانتین اول امپراتور روم. می‌بینیم که در واقع حضرت عیسی مسیح وقتی می‌آید دین خود را ترویج می‌کند در کشور فلسطین در فیمابین قوم بنی اسرائیل این به سختی در بین این قوم جای می‌گیرد، به طوری که بعدها می‌آیند و در واقع این نخوت و تکبر و غرور و خشم و این صفت‌های رذیله اخلاقی قوم یهود نسبت به حضرت عیسی مسیح آشکار می‌شود
و بنا به عقیده دین مسیحیت حضرت عیسی را به صلیب میکشن و در واقع ایشان را از بین میبرن، در حالی که در دین مبین اسلام ما معتقد هستیم که حضرت عیسی مسیح را به صلیب کشیده نشده است، بلکه ایشان عروج کرده و به آسمان رفته و در واقع آن کسی که به صلیب کشیده شده یک نفر از منافقینی بوده است که میخواست جای حضرت عیسی را برای دشمنانشان لو بدهد. خب در زمان کنستانتین اول، یکی از امپراتوری های بزرگ روم، دوستان، دین مسیحیت به عنوان دین رسمی شناخته میشد. کنستانتین در سال 330 میلادی این دین را در کشور روم باستان در واقع می آید به عنوان دین رسمی انتخاب می کند. بنا شدن نخستین کلیسای سان پترو در واتیکان امروزی، اولین کلیسایی که در واقع بعد از حضرت عیسی مسیح می آید و ساخته می شود و امروزه به عنوان بزرگترین کلیسای کاتولیک می توان از اون نام برد، همین کلیسای سان پترو می باشد که در کشور واتیکان، در کشور در واقع، البته نام واتیکان را وقتی میبریم میگوییم کشور، و در واقع کوچکترین کشور دنیاست که 800 نفر جمعیت دارد و در قلب کشور ایتالیا در پایتختش با عنوان روم قرار موقعیت دارد. و اکنون میبینیم که ما بالغ بر 250 فرقه در حوزه دین مسیحیت داریم که این فرقه ها بسیار شعبات متعدد و متنوع دارند، ولی 3 شعبه و 3 مذهب اصلی در واقع دین مسیحیت را در اسلایدهای بعدی برایتان برخواهیم شمرد. خب میرسیم دوستان در مذاهب سگانه مسیحیت. همانطور که پیشتر برایتان گفتیم ما بالغ بر 250 فرقه در حوزه دین مسیحیت داریم، ولی 3 فرقه یا 3 مذهب به عنوان مذاهب اصلی دین شمرده می شود: مذهب کاتولیک، مذهب ارتدوکس و مذهب پروتستان. این 3 مذهب مذاهب سگانه دین مسیحیت است. خب مذهب اول را براتون توضیح میدهیم با نام مذهب کاتولیک. خب معنای واژه و معنای تحت اللفظی کلمه و واژه کاتولیک می شود کلی و عمومی. از آنجایی که نخستین مذهبی که منشعب شد از دین مسیحیت مذهب کاتولیک است، این را میگویند در واقع به معنای کلی و عمومی، به طوری که بیشترین مسیحیتی که در دنیا وجود دارد از نظر تراکم نفوس متعلق به این مذهب می باشند. کلیسای قدیمی و منشعب نشده، اولین کلیسایی که ساخته شد در دنیای مسیحیت همین کلیسایی بود که دوستان تحت عنوان سان پترو در اسلاید قبلی برایتون گفتیم که در این تصویر کلیسایی که میبینید همین کلیسای سان پترو میباشد که در کشور واتیکان در شهر روم قرار موقعیت دارد. خب این در واقع کلیسای قدیمی است که منشعب نشده و کاتولیک های رومی در واقع می آمدن برای عبادات، برای مناسک دینی در او قرار می گرفتن. جالب توجه است که میگویند اولین پاپ و اولین شخصی که در واقع آمد کلیسا رو بنا کرد شخصی بود به نام شمعون که ملقب به نام پتروس می باشد که در سال 42 میلادی اولین کسی است که خود را پاپ می نامد و یک کلیسا را می سازد. در واقع پتروس رو وقتی نگاه میکنیم متوجه میشیم که یکی از حواریون 12گانه حضرت عیسی مسیح است که در واقع آمده است به کشور روم و یک کلیسا را احداث کرده است. قرار گرفتن پاپ یا پدر در رأس کلیسا، یک روحانی بلندپایه در دنیای مسیحیت در رأس قدرت مذهبی کلیسا قرار میگیرد که نامش را پاپ میگذارند. البته پاپ را با نام پدر نیز از او یاد میکنند. اسقف رومی مدعی کنترل مستقیم و متمرکز بر دنیای مسیحیت است. اسقف رومی که در واقع نامش گفتیم پاپ بود در واقع واتیکان سکونت میکند و در همین کلیسای سان پترو زندگی میکند، معتقد است که کل دنیا باید تحت سیطره مسیحیت و تحت سیطره دین
در واقع کاتولیک باشه. ایشان معتقد هستند که قدرت سیاسی و قدرت مذهبی باید در هم آمیخته شود و تحت نظارت و سرپرستی پاپ قرار گیرد. شکلگیری دولت پاپ در ایتالیا به مرکزیت واتیکان در سنه 756 میلادی. پیشتر نیز برایتان گفتیم دوستان که اولین کلیسای کاتولیک در شهر روم پایتخت کشور ایتالیا ساخته شد. البته بعدها با کوشش‌های خود پاپ توانستند که یک دولت مستقل و یک کشور مستقل در قلب در واقع شهر روم ایجاد کند و نام او را واتیکان بگذارند. مسئول بودن پاپ از گناه، خطا و ازدواج نکردن رجال کلیسا از موضوعات و مضامینی است که در حوزه دین مسیحیت و مذهب کاتولیک از او یاد می‌شود. در مذهب کاتولیک معتقد هستند که در واقع پاپ شخصی است که از هر نوع گناه عمدی یا سهوی مبراست. یعنی پاپ هیچ گونه گناهی نمی‌کند، هیچ گونه خطایی انجام نمی‌دهد و مردانی که در حوزه مذهب کاتولیک وقتی می‌خواهند وارد کلیسا شوند و تحت عنوان اسقف یا پدر روحانی از او بشود یاد کرد، کسانی هستند که باید تا انتهای عمر ازدواج نکنند. البته این تنها برای مردان در حوزه کلیسا نیست، بلکه برای زنان نیز همین طور است. یعنی زنانی که تحت عنوان راهبه وارد حوزه کلیسا میشوند تا انتهای عمر باید مجرد بمانند و در حالت تجرد قطعی قرار گیرند. مذهب کاتولیک در کشورهایی که به عنوان مذهب رسمی هستند ایتالیا، بلژیم، فرانسه، اسپانیا و پرتغال است. این کشورهایی هستند که کاتولیک را به عنوان مذهب رسمی خویش پذیرفتند. خب عبور میکنیم وارد مذهب دوم مسیحیت میشویم تحت عنوان مذهب ارتدوکس. خب مشخصات این مذهب چیست؟ معنای اصطلاحی و معنای واژه و تحت لفظی کلمه می شود به معنای کامل و صحیح. معتقد بودند که مذهب ارتدوکس یک مذهبی است که در واقع راستگراست. اصل مذهب در دین مسیحیت متعلق به ارتدوکس است و این کاتولیک هاست که راه اشتباه رفته و به بیراه رفتن. تقسیم کلیسا به روم غربی که تحت عنوان کاتولیک می گفتند و تقسیم کلیسا به روم شرقی که تحت عنوان ارتدوکس از او یاد می شود پس از در واقع تجزیه امپراتوری روم در سال 476 میلادی. هنگامی که در سنه 476 میلادی امپراتوری بزرگ روم تجزیه می شود، تقسیم بندی می شود، کلیسا نیز قدرت خود را تا حدی از دست می دهد. کلیسای روم غربی که در واقع همون کلیسای کاتولیک مذهب بود. همین امر باعث می شود که سمت شرقی اروپا نیز دارای یک کلیسای جداگانه شود، دارای آزادی اختیار در حوزه سیاست و در حوزه مذهب گردد. همین باعث می شود که یک کلیسای جداگانه در سمت شرق اروپا شکل گیرد که در واقع در تصویری که می‌بینید این کلیسا یک کلیسای است با نام سامبا دوستان. این کلیسا بزرگترین کلیسای ارتدوکس مذهب است که در پایتخت کشور گرجستان در تفلیس قرار موقعیت دارد. خب شکست روم شرقی از مسلمانان در جنگ یرموک در زمان خلیفه دوم در سال 626 میلادی. وقتی که رومی ها می آیند از مسلمانان در جنگ یرموک شکست می خورند، این شکست یک پیامدهای بسیار سنگینی هم در حوزه سیاست و هم در حوزه مذهب برای کشورهای اروپایی در بر دارد. همین امر باعث می شود که روم شرقی، کشورهایی که در سمت شرق اروپا بودند، اصلاحات مذهبی کلانی را غرض جلوگیری از نفوذ اسلام انجام دهند. یک سری اصلاحات سیاسی و یک سری اصلاحات بسیار کلان مذهبی انجام میده به طوری که یک سری تغییر و دخل و تصرف در حوزه مذهب انجام میده. همین اصلاحات مذهبی امپراتوری روم شرقی یک سری پیامدها و عکس‌العمل‌های شدیدی را از سمت امپراتوری غربی و شرقی روم، هم امپراتوری شرقی و هم غربی اروپا در بر دارد و باعث می شود که بسیاری از کشورها نسبت به این اصلاحات مذهبی از خود خشونت نشان دهد.
خب حالی می آییم دوستان در مورد اختلافات عمده فیما بین دو مذهب ارتدوکس با مذهب کاتولیک بحث میکنیم. چه اختلافات کلانی فیما بین این دو مذهب موجود است؟ به طور کل می توانیم اختلافات را این گونه شمارش نماییم. یک مخالفت ارتدوکس با ریاست عمومی پاپ روم بر تمام جامعه کلیسای مسیحی. مذهب ارتدوکس یا در واقع امپراتوری روم شرقی معتقد هستند که پاپ نمیتواند به عنوان قدرت مطلقه بر دنیای کلیسا، آن هم در قاره اروپا، از او یاد کنه. این مذهب در واقع میخواهد که قدرت مطلقه پاپ را زیر سوال برده و بگوید که هر اسقفی میتواند در هر کلیسای دارای قدرت باشد و تمامی اصول مذهبی را بر اساس توان خود تفسیر نماید. مسئول نبودن پاپ روم، اشتباه مسائل اخلاقی و ایمانی. یک نکته دیگری است که ما در مذهب کاتولیک گفتیم که پاپ دارای در واقع یک مسئولیت و یک معصومیت است، یعنی کسی است که هم از گناه عمدی و هم از گناه سهوی مبرا می باشد. کسی است که در واقع حرفی که میزند فصل الخطاب است و این حرف باید بر کرسی و بر چوکی بشیند. هر حرفی که ایشان میزند باید لازم الاجرا انجام شد، در حالی که در مذهب ارتدوکس گفته می شود که پاپ نیز یک انسان است و هر انسانی دارای خطاست، هر انسانی دارای گناه است. هم میتواند این گناه و خطا در مسائل ایمانی باشد و هم میتواند در حوزه مسائل اخلاقی صورت گیرد. و مورد بعدی اختیار رجال کلیسا در امر ازدواج است. یکی از مؤلفه‌های دیگر مذهب کاتولیک این بود که کسی که وارد کلیسا می شود به عنوان یک فرد مسیحی، به عنوان یک پدر روحانی، به عنوان یک اسقف، به عنوان یک فرد پاپ، وقتی که وارد کلیسا می شود تا انتهای عمر نباید ازدواج نماید. چرا نباید ازدواج نماید؟ چون معتقد بودن که حضرت مسیح وقتی که در واقع می آمد تعالیم آسمانی دین مسیحیت را در بین مردم ترویج میکرد تا انتهای عمر ایشان مجرد بود. چون حضرت مسیح مجرد بود، پاپ و رجال کلیسا باید تا انتهای عمر مجرد باشند. ارتدوکسیا با این قضیه مخالفت کردند، گفتند که این امر در واقع باید به اختیار خود رجال کلیسا قرار داده شود. بعضی از مردان کلیسا دوست دارن ازدواج کنن، ازدواج نمایند. کسانی که دوست ندارن ازدواج کنن، ازدواج ننمایند. برای زنان نیز همینطور است که زنان راهبه نیز که در واقع در حوزه کلیسا خدمت میکنن، فعالیت میکنن، در حوزه ازدواج باید اختیار عمل داشته باشند. خب مذهب آخر دوستان مذهب پروتستانت است. مذهب پروتستان یا لوتریسم یکی از مذاهبی است که در واقع بعدها شکل میگیرد. معنای عمده و لغوی این واژه اعتراض کننده است. معنای لغوی واژه پروتستان می شود اعتراض کننده. خب شکلی این مذهب توسط کیست؟ توسط یک روحانی آلمانی به نام مارتین لوتر می باشد. مارتین لوتر است که بعدها در واقع نام این مذهب تحت عنوان لوتریسم نیز از او یاد میشد که فیما بین سالهای 1483 تا 1546 میلادی در واقع در حوزه مسیحیت و کلیسا فعالیت میکرد. خب یکی از کارهایی که مارتین لوتر انجام میدهد است که زبان کتاب انجیل را برمیگرداند. میدانید که دوستان در حوزه کتب مقدسه دین مسیحیت ما 4 کتاب مقدس را میبینیم. 4 کتاب هستند که کتاب مرقس، کتاب لوقا، کتاب یوحنا و کتاب متی. این 4 کتاب را به عنوان اناجیل اربعه میگویند. 4 کتاب را به عنوان اناجیل اربعه یا عهد جدید نیز از او یاد میکنند. عهد جدید به این کتاب‌های انجیل 4گانه میگویند، در مقابل عهد قدیم که همون کتاب تورات میباشد. خب این کتاب اناجیل اربعه قبل از این به زبان لاتین بود، زبانی که در واقع همه کشورهای مختلف دنیا باید به او تسلط می داشتن و در انجام مناسک مذهبی او را مطالعه و یاد می گرفتن. در حالی که وقتی مارتین لوتر می آید این کتاب انجیل را از زبان لاتین به زبان آلمانی تغییر می دهد. در سنه 1534 میلادی این کار صورت می پذیرد.
خب یکی دیگر از موارد شرایط آسانتر و توجه کمتر به شعائر و رسوم است. مارتین لوتر معتقد است که ما دین مسیحیت را یک مقداری باید سهل الوصول بکنیم. در واقع مناسکی که در دین مسیحیت قرار دارد بسیار دشوار است، بسیار سخت است، هر کسی توانایی انجام او را ندارد، بسیار از افراد را به دشواری و سختی می اندازد و باید دین مسیحیت را یک مقداری آسانتر نموده و از طرف دیگر توجه به شعائر و رسوماتی که در این دین موجود می باشد را یک مقداری باید کمتر نمود. خب پیروان لوتریسم یا پروتستان در کدام مناطق هستند؟ آلمان، فنلاند، سوئیدن، نروژ، دنمارک، انگلستان، هلند و اتریش. این کشورها کشورهایی هستند که از نظر مذهب متعلق به مذهب لوتریسم است. گسترش بعد از کشف‌های بزرگ جغرافیایی در قرن 16 مذهب لوتریسم یا پروتستان زمانی در نقاط مختلف دنیا در واقع گسترش پیدا می‌کند، توسعه پیدا می‌کند که یک سری اکتشافات بزرگ حاصل می‌شود. قاره امریکا کشف می‌شود، قاره اقیانوسیه کشف می‌شود و بسیار از افراد از سمت قاره اروپا به سمت این کشورها در واقع و به سمت این قاره‌ها رهسپار می‌شوند، مهاجرت می‌کنند و در واقع نفوذ افراد و مهاجرت افراد توأم با در واقع انتقال مذهب مسیحیت و مذهب پروتستان است. تأسیس امپراتوری‌های بزرگ استعماری اروپا. می‌بینیم که ما دو کشور داریم در حوزه کشورهای استعمار در واقع به عنوان نخستین هستند. یک کشور اسپانیا است و دوم کشور پرتغال است. این دو کشور کشورها هستند که به عنوان نخستین استعمارگران از او یاد می‌شود. این کشورها وقتی می‌آیند وارد کشورهای امریکایی میشوند، وارد کشورهای آسیایی میشوند، وارد کشورهای افریقایی میشوند و در واقع وقتی که میآیند نفوذ میکنند در واقع میآیند و مذهب پروتستان را با خود به این کشورها انتقال میدهند. و به طور کلی دوستان میتوانیم بگوییم که مذهب رسمی کشورهای آرژانتین، بولیوی، پرو در امریکای جنوبی و کشور لیسوتو در افریقا مذهب پروتستان یا مذهب لوتریسم را به عنوان مذهب رسمی خویش انتخاب کردند. خب دوستان متعلمین وارد سوالات کانکوری شویم. سوال اول میگوید در سال 1534 میلادی انجیل از کدام زبان ذیل به زبان آلمانی ترجمه شد؟ فرم اول کابل 1397. یک زبان هندی، دو زبان دری، سه زبان پشتو و گزینه 4 زبان لاتینی. خب در کدام سال؟ در سال 1534 انجیل از زبان یکی از زبان‌های چهارگانه به زبان آلمانی ترجمه شد. کدام است دوستان؟ احسن، زبان لاتینی زبانی بود که اناجیل اربعه و او نوشته شده بود در زمان مارتین لوتر. این در واقع شکل و این ساختار تغییر نمود و زبان لاتینی به زبان آلمانی ترجمه صورت گرفت. سوال بعد میگوید کدام مذهب شرایط آسان‌تر داشت و کمتر به شعائر و رسوم توجه میکرد؟ فرم اول کابل 1397. یک بودیسم، دو لوتریسم، سه امپریالیسم و گزینه 4 سوسیالیسم. کدام یک از این موارد چهارگانه مذهب را آسان‌تر کرد در حوزه شرایط و توجه به شعائر و رسوم را نیز کمتر نمود؟ کدام است؟ احسن، مذهب لوتریسم یا پروتستان در واقع کار را انجام داد. سوال بعد میگوید در کدام کشور ذیل پیروان مذهب پروتستان زندگی می نمایند؟ فرم اول کابل 1397. یک تایلند، دو انگلستان، سه کلرادو و 4 چیلی. کدام از گزینه صحیح متعلم؟ احسن، گزینه صحیح کشور انگلستان است که پیرو مذهب پروتستان هستند. سوال بعد میگوید معنای لغوی پروتستان چه میشه در حوزه واژه شناسی و معناشناسی؟ فرم اول بلخ 1397.
یک اعتراض کننده، 2 موافقه، 3 اعتراف کننده و گزینه 4 باور کننده. معنای لغوی کلمه پروتستان می شود چی دوستان؟ احسن، اعتراض کننده. اعتراض مذهب پروتستان نسبت به مذهب کاتولیک بود. سوال بعد میگوید عیسویان به چند خدای ذیل معتقد هستند؟ فرم پنجشیر 1397. 1 4 خدا، 2 3 خدا، 3 8 خدا و گزینه 4 2 خدا. تعداد خدایانی که دین مسیحیت به او معتقد هستند چند خداست دوستان؟ احسن، 3 خداست. میگویند خدای پدر، خدای پسر و خدایی که با نام روح القدس از او یاد میشد. سوال بعد میگوید دین عیسویت توسط حضرت عیسی در کدام منطقه ذیل به مردم معرفی گردید؟ فرم اعرات 1397. 1 امریکا، 2 فلسطین، 3 کانادا و گزینه 4 اروپا. در کدام یک از این مناطق 4گانه دین مسیحیت توسط حضرت عیسی عرضه شد؟ کدام است؟ احسن، گزینه صحیح کشور فلسطین است که حضرت عیسی مسیح در قرن اول میلادی دین عیسویت را در ولایت اورشلیم در واقع در مردم و بر قوم یهودیت عرضه نمود. خب دوستان متعلمین عزیز، در پایان جلسه امروز رسیدیم. مانده نباشید، امیدوارم که جلسه امروز نیز برای شما پربار بوده باشد. تا جلسه بعد شما عزیزان قند را به خداوند یگانه می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.